ضربه خطا زده میشه. خداداد توپی که میفرسته و گل اول بازی. گل اول بازی برای تیم ما هست و مهدی هاشمی نسب دروازه رو باز کرده، اما گل رو داور مردود اعلام کرده. کارلوس از راه دور پرقدرت و گل اول. گل اول برای تیم ستارگان جهان روبرتو کارلوس. بازیکن شوت زن از راه دور اومد، شوتش رو زد، دروازه باز شد و احمد رضا عابدزاده که دلخور از مدافعان خودش. به عنوان مربی فعالیت میکنه روبرتو کارلوس. با هم دیدیم ضربه‌ای که اومد از راه دور زد و پای چپ و دروازه باز شد. توپی که اونجا به حمید استیلی خورد و جهتش تغییر کرد تا دروازه ببینیم روی ضربه ایسکوی ما میتونیم به گل برسیم. نه نکونا قشنگ هم زد. جواد نکونا با اختلاف اندک توپش از بالای دروازه به بیرون رفت. با هم میبینیم آسه میلان اومده، حالا که ستارگان جهان اومدن، محمد آقای مایلی کهن و علی آقای پروین و پنجلی رو دیدی. واکنش قشنگ عابدزاده و توپی که دور شد. الان دقت بکنید ما 2 تا هفت تو زمین داریم، هم حمید استیلی هست هم فرهاد مجیدی که الان ضربه قشنگ آکروباتیک زد. پرچم کمک‌دوار هم بالا بود، اما به هر حال ویتور بایا هم اونجا واکنش نشون داده بود. قشنگ بود ضربه فرهاد مجیدی. با هم می‌بینیم ضربه قشنگ فرهاد مجیدی رو خیلی قشنگ زد و واکنش ویتور بایا هم خیلی خوب بود. جواد نکونام رو پاش رفته، خود مندیتا یه پاس توده رو هم میده. بالاخره بازیکن ما اونجا ارتباط رو قطع خواهند کرد یا نه. تو دست عابدزاده توپو زد مندیتا، خبری از خطا نیست و کار دنبال شد. فیگو دوباره هیرو، مندیتا، میکاره، لیتمانن، فیگو با پای راست پرقدرت و گل دوم. گل دوم برای ستارگان جهان ثبت میشه. 2-0 فعلا ستارگان ایران عقب هستن و افسوس احمد رضا عابدزاده که چرا مدافعین نمیتونن مهار بکنن بازیکنان حریف رو. با هم می‌بینیم صحنه استر توپی که از راه دور زد لوئیس فیگو، پرقدرت با پای راست با روی پا و دروازه باز شد. شاری فیگو رو دیدیم. پاس کوتاه بازیکنی ایران، پاس بلند برای مجیدی، یه چیپ بندازه اونجا. فرهاد خواست چیپم بندازه اما ویتور بایا بود که ارتباط رو قطع کرده و معتقدن خطای هند گرفته باید بشه آقای خداداد افشاریان که ویتور بایا هم معترضه. معتقد تو به صورتش خورده اما خطای هند رو گرفته داور. اخراجش کرد آقای افشاریان ویتور بایا رو. خدا کنه نمادین باشه کارت قرمزه. یه لبخند و یه زردم بهش داد آقای خداداد افشاریان. فکر کنم اشتباه در اومد کارت قرمز. عجیب. آقای خداداد افشاریان روی این ضربه ایستگاهی ما میتونیم به گل برسیم که خوب استفاده کنیم. منصوریان پرقدرت میزنه و توپش به کورنر رفت. پاس بلند برای پاولتا، حرکت میکنه، ضربه‌اش از راه دور میزنه و توپ از کنار دروازه ما به بیرون رفت. میگن فقط نکونام داره برمیگرده. حالا علی کریمی هم داوید زمین رو داره میدوه برمیگرده. یه پاس بلند سمت راست، حمله 4 نفری تیم ستارگان و پاولتایی که به قول عادل چه گل نزنی شده. میبینیم قشنگ دید گایسکا مندیتا خوب فرستاد ولی توپ رو پای پاولتا سوار نشد. تعویض هم در تیم ما صورت میگیره. محمد نوازی به جای جواد زرینچه 23 بهمن سال 65 هواپیماهای رژیم بعثی عراق در مسابقه فوتبال بین تیم‌های منتخب چوار ایلام و جوانان استان ایلام اومدن و بمباران کردن که اینجا هم دروازه تیم ما باز میشه برای بار سوم. دروازه باز شد برای بار سوم و دوباره عابدزاده که اصلا راضی نیست از عملکرد مدافعان. توی اون تاریخ 23 بهمن 65 هم بازیکنی فوتبال
هم مربیان، داوران و تماشاگران زیادی به شهادت رسیدن که یاد و خاطرشون رو گرامی می‌داریم. اینم صحنه‌ای است که دروازه ما باش برای بار سوم و باز هم پاولتا بود که اونجا با عابدزاده تک به تک بود. آقای افشاریان سوت میزنه. نیمه اول تموم شد. سه کادر فنی ماست که لبه خط حضور داره با مهدوی صحبت میکنه. ضربه امام زده میشه، خوبم زده میشه با بودویگر با یه واکنش قشنگ تو راهی کورنر کرد. اونجا برخورد صورت گرفت و گل. اما پرچم کمک‌داور هم بالا بود. پرچم کمک‌داور بالا هست و جواد نکونا میبرن به سمت راست. محمد نوازی خدا کنه دوباره این بار هم شوتش خیلی بلند و هوایی نباشه که نه، این بار زمینی بود و ایلگنر توپو گرفت. کمتر از 9 دقیقه هم تا پایان بازی زمان باقی مونده. اومده عادل لبه خط ایستاده منتظر توقف توپ. یه حرکت صالح پور و گل نشد. حرکت خوبی بود که ضربه مهدی صالح پور تو چارچوب نبود. کریم باقری از زمین بیرون اومد و عادل فردوسی پور جانشین او شد. خود نوازی با پای راست ضربه‌اش رو میزنه. کارتدار خطرناک بود و ایگنه در 2 مرحله توپو جمع میکنه. خلاصه ای از خاطر انگیزترین بازی‌های فوتبال در ایران و اروپا هر روز ساعت 3 در پیج فوتبال باز. لایک و کامنت فراموش نشه.